حسین جان مگر خودت رو معرفی نکردی داداش؟ مگر نمیدونن یه روز رو سینه پیغمبر جات بود؟ اما چی میبینه زینب الان به خاک و خون غلطانی؟ الا صلی الله علی الباکین علی الحسین صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم صلی الله علیک یا سیدنا العطشان صلی الله علیک یا سیدنا الغریب. هر جا نشستی فرج امام زمان دستتو بگیر بالا، فرج امام زمان صدا بزنن زن و مرد همه با هم. ای غریب مادر حسین جان، حسین حسین جان، حسین فرد دارد به یقین مزه احسان حسن. لب مابوسه نگیرد مگر از نان حسن. دل خود را به نخ چادر زهرا دوخته. هر کسی گشته در این ده مسلمان حسن. آی مردم بی حرم است ولی هرچه حرم زنده از اوست. ظاهر کرب و بلا شده مهمان حسن. انشاءالله که به حد کریم اهل بیت آقامون امام حسن مجتبی عرض توسل امشبمون و عرض ارادتمون خدمت آقازادش قاسم ابن الحسن مورد تأیید و به امضای امام زمان برسه، از همگیمون انشاءالله قبول کنم به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.